وقتی اذا قیل لهم لا اله الا الله استکبرون چی معنی؟ یعنی وقتی برشان لا اله الا الله گفته میشه اینا تکبر میکنن. نوع سوم شرک در شکر است. شرک در شکر چه قسم است؟ که یک کسی را الله نعمت داده، من نسب نعمت الى غیر مولیها، کسی که نسبت بده نعمت به غیر او کسی که نعمت داده و هو الله متعالی نعمت داده، ای به عوضی که این نعمت به الله نسبت بده به غیر الله نسبت میده. فقط کفرها و اشرک بالله بنسبتها الى غیره، ای کفران نعمت کرده، کافر شده و شرک به الله آورده به خاطر که نعمت الله را به غیر الله نسبت داده. مشرکین عادتشان چی بود؟ یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، میفهمی نعمت از الله هست لکن با زور انکار میکردن و او را به غیر الله نسبت میدادن. و اکثرهم الکافرون، اکثرشان کافرها هستند. پس نعمت های الله را به غیر الله نسبت ندید. مثلا برای ما و شما کی فرزند میده؟ الله متعال میگه برای یکی دختر میده، برای یکی بچه میده، برای یکی اردویش میده، برای یکی هیچ کدامش نمیده. یک کسی میخیزه مثلا وقتی خانش طفل پیدا میشه نمیگه که الله داد، میگه سخی داد. یعنی این طفل برای من کی داده؟ سخی داده. سخی کی هست؟ میگه علی رضی الله عنه هست. به زیارت علی رفتم برای من اینی فرزند داد. ما زیاد دادیم. رسول داد. چرا رسول داد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من فرزند. رسول الله صلی فرزند خودش در پیش روی چشماش وفات میکنه و رسول الله صلی فرزند پسر جوان نداشت. برای تو دختر و پسر میده. و وقتی که یک پیغمبری که مثل زکریا علیه السلام از ریش سفید میشه، میخواد فرزند داشته باشه، خانمش نازا هست، میگه رب اینی وهن العظم منی، یا الله مستقیم پوسیده شده و اشتعل رأس شیب و مویای سرم سفید شده ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یا الله هیچ وقت در عبادت تو شقاوت نکردیم و همیشه توحید خود حفظ کردیم. فهب لی من لدنک، زکریا علیه السلام پیغمبر از به الله میگه که فهب لی من لدنک ولی، از جانب خود برای من فرزند نصیب کن. این حال آیا سخی یا مثلا فلانی شخص یا فلانی شخص از زکریا علیه السلام که پیغمبر معصوم است رتبهش بلندتر است؟ زکریا علیه السلام از الله میخواه، ای چی میکنه؟ یه از مخلوق میخواه. نخیر، پیغمبر برای کس اولاد داده نمیتونه، ملائکه برای کس اولاد داده نمیتونه. الله هست که در ذات خود وقتی که خود صفت میکنه میگه که الله هست که خلقت آسمان ها و زمین کرده و خلقت مخلوقات، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. به شکل تحفه برای کسی دختر میده، یهب تحفه میده، برای کسی تحفه دختر میده، برای کسی تحفه پسر میده، برای کسی تحفه اردوش میده، برای کسی هیچ نمیده. قدرت الله هست. این حال شرک در چی میشه؟ در شکری میشه که نعمت الله بده انسان چی کنه؟ توصیف غیر الله را بکنه. این از نامش شروع میشه و تا بالاخره به دیگه مسائلش. نوع چهارم شرک در دعا هست. شرک در دعا و شرک در استغاثه. فرق بین دعا و استغاثه چی هست؟ ما وقتی که میگیم شرک در دعا و شرک در استغاثه، خب دعا ما و شما میفهمیم دعاها هست، دستت بالا میکنی و با بارگاه الله متعال، قلبت به الله تعلق داره، زبانت اذکار الله را میکنن، دستم میگه که یا الله اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی. پس این دعا هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این دعا هست. در حالات عادی وقتی ما دعا میکنیم، صبحی از کار میخوانیم دعا میکنیم، دیگر از کار میخوانیم دعا میکنیم، بعد از نماز فرض از سجده دعا میکنیم، این کلش دعا هست. خیلی استغاثه چی است؟ استغاثه هم دعا هست. استغاثه هم دعا هست، لکن یک فرق داره. اون فرقش چی است؟ که در دعا در حالات عادی میشه،
اما استغاثه در حالت سختی و مشکلات، وقتی انسان بسیار سخت مریض می باشد، سخت در حالت هیجانی قرار داره، استغاثه میکنه. خب حکم دعا و استغاثه چی هست؟ دعا و استغاثه عبادت هستند. این فقط باید طلب از الله شود. الله متعال میگه و قال ربکم ادعونی، و قال و گفت ربتان ادعونی، از ما طلب بکنین. که الله متعال یا متکلم بر یک کس است و یک ذات الله هست. الله متعال تعلیم میده که ربتان که الله سبحانه و تعالی است او حکم میکنه بالای شما که ادعونی، طلب بکنین از ما. الله میگه فقط از ما، ضمیر مفرد استعمال کرد به خاطر که در توحید الله متعال ضمیر مفرد استعمال میکنه. باز جایی که عظمت خدا بیان میکنه ضمیر جمع را بیان میکنه. اینجا توحید بیان میکنه. چی میگه؟ قال ربکم ادعونی استجب، یعنی انا استجب، ما اجابت میکنم. این هم مفرد ضمیری به ذات الله متعال. پس الله متعال میگه که از ما طلب بکنین و ما اجابت میکنم. نگفت که از پیغمبر، نگفت از ملائکه، نه. از این خاطر پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین که مقام عالی رو پیدا کردن، به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینها در عالی ترین مقام توحید قرار داشتن. ادعونی استجب لکم. در وقت ابراهیم علیه السلام استغاثه به الله میکنه، جبریل امین علیه السلام پیشش میاد. ابراهیم در آتش میپرتن. ابراهیم موحد، ابراهیمی که در عقیده توحید به مقام عالی هست، مغز و خون و پوست و گوشتش توحید. چی میگن؟ جبریل امین میگه کمک کار داریم. کمک کار دارم، از خودت نه. و کسی که کمک میکنه الله هست. و قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. باز الله متعال برش میگه که آتش سرچو و سلامت نگه دارنده شو برای ابراهیم علیه السلام. پس الله متعال چی میگه؟ و قال ربکم ادعونی استجب لکم. بعد از الله متعال میگه ان الذين یستکبرون عن عبادتی، کسایی که تکبر میکنن از عبادت من، یعنی به بارگاه من دعا نمیکنن، تکبر میکنن. پس اینجا وقتی که دعا را ذکر کرد، بعد از او عبادت را ذکر کرد. از این علمای قرآن شناس استنباط میکنن که دعا عبادت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین مفسر قرآن چی میگه؟ امام ابن ماجه رحمه الله در حدیث صحیح روایت میکنه عن النعمان ابن بشیر. قرآن اول کی تفسیر کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. از کی تفسیر یاد گرفته؟ از جبریل امین. جبریل امین از کجا؟ از وحی. برش وحی میشه، از لوح محفوظ برای جبریل داده میشه. الله برش میگه، جبریل امین وحی که الله برش حکم میکنه به شکل جلی قرآن، به شکل خفی احادیث. جبریل علیه السلام میگه به رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوا، از دل خود گپ نمیزنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر قرآن میکنه. چی میگه؟ نعمان ابن بشیر میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. دعا عبادت است. ثم قرأ، میگه باز بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی خوان؟ و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پس این آیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر کرد. علما چی میگه؟ ان جمیع العبادات بانواعها القلبیه والفعلیه والقولیه، تمام عبادات قلبی و فعلی و قولی حق لله تعالی. حق کی است؟ حق الله است. حالا بسیاری کساس حق الله را میبرن به مخلوق میتن. سر یک قبر استاد میشن، پیش بت استاد میشن، پیش مخلوق استاد میشن و خدا مسلمان میگیره و مثلا از او صاحب قبر، از او جسد از او چی میخوان طلب میکنن. پس حق الله را به مخلوق داری.
باز میگه ما کار خطرناک نکردیم. از این که خطرناک کار است که حق خالق ذوالجلال بگیری برای یک مخلوق عاجز بدی و از مخلوق تقاضا بکنی و با سرزی بسیار محکم استاد باشی. إن جميع العبادات بأنواع القلبية والفعلية والقولية حق لله تعالى لا يجوز. علماء میگن چی میگن؟ میگن لا يجوز ان تصرف لغیره، جایز نیست که ای به غیر از الله به کس دیگه داده شود. فمن صرف شیئا منها، میگه اگر کسی یکی از عبادات ها را به غیر از الله کرد، میگه فقط وقع فی الشرک الاکبر. خطر است که میگه در چی واقع شده؟ در شرک اکبر واقع شده. شرک اکبر ما و شما خواهیم شرک است که انسان از دایره ایمان میکشه. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه و من انواع الشرک طلب الحوائج من الموتى، میگه از جمله شرک طلب حاجات از مرده ها هست. والاستغاثه بهم، استغاثه کردن به اینا، دعا و استغاثه به اینا، و توجه الیهم، به عوضی که به الله توجه بکنی، به این توجه میکنی. و هذا اصل الشرک العالم. علامه ابن قیم جوزی میگه که رحمه الله میگه اینمی اصل شرک مخلوقات است. فان المیت قد انقطع عمله، میگه میت کس عملش قطع شد. و هو لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، این کسی که از جهان رفته هست برای خود نفع و ضرر رسانده نمیتونن. فضلا عن استغاث بهی، چی رسد به این کسی که مثلا از او استغاثه میکنه، او به خود نفع و ضرر رسانده نمیتونه. اگر او مخلوق، او شهید یا او پیغمبر و یا او شخصیت عالی میتونست که عمل بکنه، عملش از دنیا قطع نمیشد. پس اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونست که کار بکنه و وظیفهش ختم نمیشد در دنیا، در صف جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک میکرد. در عبادات اول رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت میکرد. در حج رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سال اشتراک میکرد. در امور خیر در کلش اشتراک میکرد. نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین اینا میکردن. ولی ما شما میفهمیم که اونا وقتی که از دنیا رفتن دیگه وظیفهشان در این دنیا ختم شد. آنچه که گذاشتن، قرآن گذاشتن، احادیث گذاشتن، باید به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. اما که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید که ما مثلا در صف جهاد بکنه یا در صف نماز که ما نماز بخونه، این نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرد و دی جهان رفت به جهان دیگه. اینال ابو یزید بسطامی رحمه الله این هم علما میگه این چی میگه؟ میگه استغاثه المخلوق بالمخلوق کاستغاثه الغریق بالغریق. خوب یک مثال میده. ابو یزید بسطامی میگه که وقتی یک کسی یک مخلوق با مخلوق دیگه استغاثه میکنه، مثل که یک غرق شده در وقت غرق شدن از یک کسی دیگه که خودش در حالت غرق است از او چی کنه؟ کمک بخواه. اون میگه من خودم غرق میشم. اینه میگه ای چی هستن؟ و یک عالم دیگه چی میگه؟ میگه استغاثه المخلوق بالمخلوق استغاثه السجین بالسجین. میگه مثل استغاثه مخلوق با مخلوق مثل چی است؟ مثل ازی که استغاثه کنه یک کسی به چی؟ طلب کمک بخواد از سختی یک بندی از یک بندی دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که استغاثه میکردن، چه قسم استغاثه میکرد؟ در غزوه بدر میبینه که مشرکین تعدادشان بسیار زیاد است، خطرشان بسیار بزرگ است، سلاح زیاد دارن، امکانات مادی و همه چیز داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سخت قرار داره و رو به طرف قبله میکنه، دعا میکنه، استغاثه میکنه، حالت سخت است، استغاثه میکنه. الله متعال میگه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. وقتی که شما در حالت سختی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود رسول الله صلی الله علیه و صحابه، شما استغاثه میکردین، برای الله دعا میکردین، طلب میکردین از الله، طلب نصرت و کمک میکردین در وقت سختی، در غزوه و طرف دشمنا استاد هستن و تعداد صحابه کم هستن و سلاحشان کم است، امکاناتشان کم است، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با الله استغاثه میکنه. فاستجاب لکم، باز الله متعال
استغاثه یعنی دعایش در حالت استغاثه و در حالت سختی دعایش قبول میکنه. باز الله متعال چند هزار ملائکه را میفرسته که در غزوه بدر امرای مسلمان ها چی میکنن؟ کافرها را امرایشان میجنگن. استجاب لکم استغیثون. کی استغاثه کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. کی استغاثه کرد؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ما وقتی که میگیم ما عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است، عقیده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، پس ما باید عقیده قرآن است، عقیده سنت است، عقیده صحابه هست. پس شما باید چی کنیم؟ استغاثه به الله بکنیم، طلب دعا از الله طلب بکنیم، در سختی ها از الله بکنیم. این به هیچ کس دیگه مراجعه نکنیم. خب آل نوبت میرسه به فتوای علما و مفتیان در مورد شرک در دعا و استغاثه. علما را میبینیم که اینا در راسته چی میگن؟ علامه سعدی رحمه الله فتوا میده و یکی از علمای است، یک تفسیری داره به نام تفسیر سعدی. یه عالم بسیار بزرگوار است و تفسیر بسیار تفسیر مهم است در راستای عقیده. این میگه که کل اعتقاد او قول او عمل ثبت انه مأمور به من الشارع، میگه هر عقیده و هر سخن و هر عملی که ثابت شود که امر کرده شده از جانب الله سبحانه و تعالی که کار شما باید بکنین، فصرفه لله وحده توحید و ایمان و اخلاص. وقتی که الله گفت که این امور انجام بتین، تمام عبادات و اطاعات و اعتقادات و اخلاقیات و احکام، وقتی که کلش الله امر کرد که کار بکنین، این اعمال به خاطر الله برای الله سبحانه و تعالی انجام دادن توحید و ایمان و اخلاص است. میگیم توحید ایمان و اخلاص است. و صرفه لغیره شرک و کفر. صرف از این به غیر از الله شرک و کفر است. چی در عبادات زبانی باشه، چی در عبادات قلبی باشه، چی در عبادات فکری باشه، چی در عبادات مالی باشه، چی در عبادات تشریعی باشه، هر عبادتی که باشه. علامه سقاف این چی میگه؟ این میگه شرک در دعا چی هست؟ ان یطلب من المخلوق ما لا یقدر علیه الا الله. میگه شرک در دعا وقت میشه که از مخلوق چیز طلب شده که قدرت از اون بغیر از الله کسی دیگه نداشته باشه. سواء اکان هذا المخلوق حیا او میتا، خواهی مخلوق زنده باشه یا مرده باشه. تو از زنده یا مرده چیزی را میخوایی که او را مخلوق کرده نمیتونه، مخصوص الله هست. نبیا او ولیا، نبی باشه یا ولی باشه، او ملکن ام جنن ام غیرهم، یا ملائکه باشه یا جن باشه یا غیر از اینا. که ان یطلب منه شفاء مریضه، مثلا از او شفای مریض طلب کنه، یا نصره علی الاعداء، یا نصرت بر دشمنا را، او کشف کربت، یا یکی یک سختی را از او بکنه، او ان یغیثه او یعیذه، یا یکی او را مثلا چی کنه، نجات بده یا او را پناه بده، و غیر ذلك مما لا یقدر. چی اموری که مخصوص الله است، او را مخلوق کرده نمیتونه. وقتی که او را تو از مخلوق تقاضا میکنه، فهذا كله شرک اکبر مخرج من الملت به اجماع المسلمین. میگه این شرک اکبر است و از ملت اسلام خارج میکنه به اجماع مسلمانان، اجماع علمای اسلام. علامه خطابی میگه قال العلماء لا یستعاذ بغیر الله او صفاته، میگه استعاذه به غیر الله و صفاتش نمیشه. از کل ما سواه تعالی و صفاته مخلوق، از کل ما سواه تعالی و صفاته مخلوق. تمام آنچه به غیر از الله و صفاتش است دیگران اینا کلشان مخلوق هستند. ملائکه مخلوق هستند، پیغمبران مخلوق هستند. ولذلك وصفت کلماته بالتمام و هو الكلام. کلام الله به تمام و کمال است. و ما من مخلوق الا و فیه نقص. اما مخلوقات که است، اگر ملائکه هست، اگر پیغمبرها هست، اگر نبیین است، اگر صدیقین است، اگر دیگر مخلوقات است، اینا نقصان خود دارن، اینا نقصان دارن. کمال مخصوص الله است، صفات الله کامل است، افعال الله کامل است، اما از مخلوق نقص خود دارن. والاستعاذة بالمخلوق شرک مناف لتوحید الخالق. استعاذه به مخلوق چی است؟ منافی یعنی ضد توحید است و شرک است.
علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه سؤال المیت والغائب نبیا کان و غیره من المحرمات المنکرة باتفاق ائمه المسلمین. میگه طلب کردن از مرده یا از غایب پیغمبر باشه یا دیگرا باشه از جمله امور حرام است که منکر است به اتفاق علما. لم یأمر الله به ولا رسوله، نه الله امر کرده ولا فعله احد من الصحابه ولا التابعین لهم باحسان. این کاره که مثلا از مخلوق خواسته باشن طلب کرده باشن، نه صحابه این کار کردن نه تابعین کردن. ولا استحبه احد من ائمه المسلمین، هیچ کسی از ائمه مسلمین این کار خوب ندانسته هست. و به این قسم علامه عبدالهادی در مورد شرک در دعا میگه ولو جاء انسان الى سریر المیت یدعوه من دون الله و یستغیث به کان هذا شرکا محرما به اجماع المسلمین. میگه کس از مخلوق میخواه و از او دعا میکنه، به او طلب میکنه یا استغاثه میکنه، این شرک است و این حرام است به اجماع مسلمانان. علامه برکوی حنفی در مورد شرک در دعا میگه دعا اصحاب القبور والاستعانه بهم و سؤالهم النصر والرزق والعیافه والولد وقضاء الدیون وتفریج الكربات واغاثه اللحفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الاثان يسألونها من اوثانهم فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق ائمه المسلمين اذ لم يفعله رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا احد من الصحابه والتابعین و سایر ائمه الدین. این عالم حنفی میگه طلب کردن در دعا از صاحبای قبر و استعانت کمک خواستن از اینا و سوال کردن از اینا که به این نصرت بکنه و رزق بده و عافیت بده و فرزند بده و قرضش خلاص بکنه و سختیار از دور بکنه، اینا میگه کلش حاجاتی که میگه بت پرستا از بت‌های خود طلب میکنه یا از مخلوقات طلب کردنش از مرده ها، میگه این به اتفاق ائمه مسلمان ها جایز نیست، به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و نکرده و صحابه هم نکردن و تابعین هم نکردن و دیگه تمامی ائمه اسلام این کار نکردن. و علامه احمد سرهندی در مورد شرک در دعا میگه والاستمداد من الاصنام والطواغیت فی دفع الامراض اسقام کما هو شایع فيما بین جهلة الاسلام عین الشرک و الضلاله. میگه کمک خواستن از بت‌ها و از طاغوت‌ها بر خاطر دفع مرض‌ها و اینا که میگه مشهور در بین جاهلا، میگه عین شرک و ضلالت و گمراهی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.